خوبیم برادرو انا اینا همتون میشناسین. یک سراینده ریپ. در صحبت اینها از اگر پسیکولوژی نظر بکنی، یعنی علمی پسیکولوژی میگه که یک حالتی که شده گذشته است و لازم نیست که نقلش بکنی، که تو نقل میکنی او را الکی اتوماتیک تو بیانگری همون حادثه هستی. تو کسی هستی که همون حادثه را میدونی که همون چیز هست. و هر یک نفری که میبرویند ما را به خدا کسی ظلم نکرده، من وطن دوستم، من کسی، یعنی یا بیان کرده که در اون کشور پس ظلم هست. یگام آلمانی در ویدیوش نمیگه، پیش از اون که حرف زنه نمیگه که ما را به خدا کسی ظلم نکرده، من خودم گارینیم، من گپ میزنم، من گبزن. این گپا رو نمیگم. برای چی؟ برای که در این کشورها این همون ظلم عقل انسان دا نمیبیو که یک از برای فکرش باید پیش از فکرش گفتم باید بترسه. یعنی ترس اینجا هست. شاهد این حادثه ها هستند. اگر هم که نباشن دیدن، درک کردن، میدونن که در شعبه های پلیس میزنن، میکشن، اینا آمدن این چیزا آفیسیال نه با زبان دیگر برای ما و شما گفته ایستادن. یعنی ظلمی بوده را نقل کرده استیان که نه که مرا ظلم نکردین و نه که من نمیترسم، من آزادم، کسی مرا نگفته، در حالی که خودش بیان کرده این چیز هست. اگر همین چیز نباشه تو ذکر کردن نمیتونی. فرض کرده من نمیدونم که مردمی نمیدونم کدام کشور را بگم که مردمی خب ارژانتینا نمیدونم چگونه زندگی دارن، غذای ملیشون نمیدونم چی است. ما صبح نمیگیم که برادر خیلی غذای مردمی خب ارژانتینا این گناه بوده که من نمیخورم، من کار ندارم، ولی این گناه است. من نمیگم برای چی، برای نمیدونم، تجربه ندارم، معلومات ندارم، چی ندارم. اما ایو که این تجربه ظلم دیدن، شنیدن، شاهد حادثه این ظلم شدن، اینو قبل از اینکه فکرشون میخوان بیان کنن، اول خودشون میخوان توضیح بکنن، میخوان یک کم ترک اول زد نمیذارن، اولا خودشون معرفی کنن که برای ظلم کردگی نیستن، ولی ظلم قصه داره که در این وطن این نمود ظلم هست، در این وطن این نمود ظلم هست. با همین خدر میکنم. ما بیروز شریف مجیدیان اکثریت با تخلصی بران میشناسیم و ما بلوگر میگن ما یا که رپر میگن ما آدمیم که چنین میفهمیدگیم گپ میزنم و چیزی که معقولم نیست ما پریموی میخزم میبرم میگم و ما بلوگریم که اون کس ما را فشار آورده نمیتونه بگه که در این آن موضوع بس حرف بزنه، برای که من نه خدمت دارم. یک اون کس ما را مجبور کرده فشار آورد بگه که در فلان موضوع گپ بزن، فلان دارم پس بزن، من نمیکنم این کارو. اگر که فشار آوردن ما بدون که بس میکنم برادرو. ما آدمیم که نه خدمت دارم و ما جای ترس ندارم. ما یگان انا بگیم جنایتکار نیستم، یعنی نه ما پریموی میگم و ما یک شهروند جمهوری تاجیکستان و به نهایت وطن ما دوست میدارم و اگر که یگان آدمی که زیدی وطن میام گپ بگه اقلا گفتهش میتونم که گپات خویده بزن. ما به نهایت وطن ما دوست میدارم، ما شهروند بی خطا نیستم و ما میدونم که همین وطن هر یک فرزندی فرزانه ملت چه هر یک فرزندی همین ملت همین وطن هم دوست میدارم و شهروندش و در حمایش طالبای جورا میره برادر ما انا میدونم که اکثریت چی دروغ میگین؟ شما رو چی مجبور کرده دروغ میگین؟ وطن برای حمایت او شهروندش طالبای جورا میرفته است. دیر نمیریم. یک هویدای 5 ساله 6 ساله بیچاره را یک روسی کثیفی الکش روسیا تجاوز کرد، پارهش کرد. تو کجا رفت وطنت؟ کنستیتوسیون میگه شهروند جمهوری تاجیکستان در خارج کشور زیر حمایت دولت قرار دارد. کجا رفت؟ چی روتون سیاه میکنی؟ چی شما را زور اومد پروس دیوانه میشم وقتی همین خیلی گرینیایی که وطن کو ای پشت لوبای کاس لوبای جامعه را لوبای چی میکنه؟ چی دروغ میگین آخی؟ همین چی مجبور کرده است مردم؟ شما را چی مجبور کرده است باید دروغ بگین؟ در تلویزیون‌های رسمیشان تاجیکا را خبیدن، هزاراشون پایین کردن، رسم عکس گرفتن، در رسانه‌های رسمی روسیه نشان دادن، یک هفته نمایش دادن. که یک بار این منصبداری ما گفت که مردم جنایتکار سود معین میکنه. آیا چی جنایت کرده تو لباسایی را بدر کرده تلویزیونات را نشان میدی؟ در کجا شما گفتید وطن دنبالشان رفته است؟ در نمی آخران قضیه که در مسکو شد
حالی تاجیک دیدی گوشه بریدن جنایت سود معین میکنه جنایتکارا او بیچاره را اولاتی مردیش نمیدونم چیکار کردن با یک عربه خطی می اومد و سود دیم در موهای سرش را کندگی پریشان یک بیچاره یک مظلومانه در تلویزیون‌هاشون نشان دادن شما روسیه ها دقیقا دیدین که وطن گارن یک قفاشون استفاده میکنه گپ میزنه چی مجبورتون کرده دروغ میگین یک زایل گپ میزنه که گویا در سیستم رحمانوف 4 تا مرد بچه های گرنیه گپ زنش فلان میکنه تمام وطن لبو جامعه را لبو کارا میکنه چی رو تون از سیاه میکنید چی دروغ میگین چی مجبورتون کرده باید در همین جامعه دروغ بگین شما چی مجبورتون کرده مردم گاو نیست شما دل بیابون دیگه گوش کنه گویا که راست میگین دروغ میگن روی راست نه از فرهنگ قانونی داری تو نه فرهنگ ملی داری در کجا تو از فرهنگ گپ میزنی تو چه فرهنگ چی در کجا تو در یک نوار و در یک برنامه از فرهنگ ملی تبلیغ کرده باشی در کدام ویدیو کانتنت ها در کدام نوارها تو دارای فرهنگ است فرهنگ ملی پیاده شده است لباسات غربی نمیدونم تمامی خاراکتر تمامی طرز و اصول خواندن از غرب گرفته شده است دعوای فرهنگ کلیپ ها مانند فرهنگ غربی همه امروز شده از این فرهنگ این داره برای ما فرهنگ میموزانه من از این لاخی من 100 بار 1000 بار گفتم که گریه من نه از آن است که بیچاره شدم آخه من داد از اون نمیگم من بیچاره من داد میگم که یا روسیایی دارن در جامعه یا جامعه را مریض کرده یا پارازیت های جامعه هستن من گریه من از این طول 20 سال 30 سال می شود تاجیک در روسیه من معذرت میخوام مثل یک انسان بی‌شرف و بی‌عار و بی‌ناموس رفتار بالاش میکنن لوبای جدا لوبای خود وطن ما گپ بزنه چه دروغ میگی من گارنیو من لوبای جدا خدا گپ میزنم گپ میزنی دیرتر تا خدا لوبای جدا گپ زده میتونی فلانت میکنن من معذرت میخوام هر یک گپ زنه در داخل حکومت در امنیتی که میبرد که نمیخوام از این زیاد دیگه برم که در عصبی پروست مردم شما بازی دارین ده شما در ناموس همین ملت پروست بازی میکنی تو من لوبای جا گپ میزنم در مقابل لوبای کس گپ میزنم در که جا گپ زده میتونی زمانی که پارچه زمینی وطن فروخت شما در همه نوازاتون نواراتون ما گارینی ما وطن دوستم من برای وطن جان من میتونم کسی چی کاری کنم میگم ساز گپ زن پارچه زمینی تو وقتی زمانی اومدن فروختن تو روسیای وطن دوست در کجا بودی بگوی پیدر پارچه زمینی مرا نفروش که من گارنیم کجا بدین یا زمانی که اومدن خیانت با این وطن کردن کجا بدین وطن دوستم و وطن دوستی این پتی به معنی نیست که ویدیو بکنی و همین تا ما گارنی وطن دوستم بانو میالو برادرو کسی اگر برای وطن ما هرچه بگم ما میگم که ساز گپ زن اوی وطن دوستی شده نمیتونه وطن دوستی غارت کردنی وطن دروغ گفتن روسیایی نیست وطن دوستی از خود گذشتن دارد او قدر مرد بچه این زمانی که پارچه زمین شما را فروختن اون وقت وطن دوستی را نشان میدادی ما خوردن اکثریت استودنتین طلبای مکتبین و اکثریت شمورا از سوای که ما مردمی عادی و مردمی خاکسار خوبیم فریب کردن مونده کرده ما مردمی عادییم چنی توجیک مردم آدم دلسوف با ایمان انسان شد همون ویدیو را همه استفاده برده است اینا خیلی کردن و اینا ببینین تا راه را محکم میکنن که همه آزاد نمازگذاری کنه نماز شب خونه خونه دا میره نماز میخونین خونه دا نماز بخون اوجا دا میکنین اینجا دا یک ده ویدیو کشید یک ده چیزی که مقصد نافهمی کشید ویدیوی نافهمی نبود رسما در نزد یک بیمارخانه کارگرانی که با لباسی نمیدونم تیبی ایستادن او یکم نافهمی نبود او یک چیزی رسمی بود یک کارگری مقامات با شیب و کستم نشسته است با مردم این نمود مراجعه داره که قانون میگه 300 چند سامان به 3000 چند جریمه 3500 سامان جریمه این نافهمی نبود این رسما یک برنامه بود رسما یک برنامه بود که در نزد یک بیمارخانه مگر بیمارخانه های شما بسایب است نافهمایی بوده است
اگر نافهمایی باشه چرا برای دشنام یک نفر میبرین، یک نفر 10 روز و 15 روز زندان میکنین؟ چرا نرفتین اونا را قبل در روپروی دوربین بگید شما جنایت کردین، خلاف قانون گپ زدین، نافهمایی بود؟ نافهمایی نبود، دودار اینجا 100% جنایت بود، 100% جنایت بود. رسما چهره اونا همش معلوم و معین و مشخص است. این نافرمایی نبود، شما روسیایی نکنین. اینجا رسما جنایتی نمیدونم تحقیر کنستیتوسیا و پایمال کردن حقوق انسان بود. تو برآمدی او یک نافهمایی بود. کدام نافهمایی؟ کدام نافهمایی؟ شد همون ویدیو را همه استفاده برده است. اینا خیلی کردن، اینا او خیلی کردن، اینا سریف زنای توجیک سطرشون کشیدن. سطر یعنی پوشاندن بدن، پوشاندن بدن. همی مامای ما چه خیلی لباس داشتن. مامام نه برین دهاتا میبینین کمپیرکورا آستیناشون دستاشون میپوشونن، بعد دستاشون سلام میکردن. ای بچه ای خیلی سختی بعدش نریم پروستا گفتستن تو که لباسای توجیکی قطعی اما لباس حق ندارن. میفهمی؟ ای خیلی پختی بعدش حق ندارن. همین گپا گفتن ده حق ندارن. جامعه وقتی جامعه آزادی دموکراسی میشه، آزاد میگن جامعه آزادی دموکراتی، دیگه کسی حق نداره در این مسئله دخالت بکنه. من برای اینمی شما بر این کورهای بی سواد این نمیدونم تملق کار، من براتون ماده 17 و 26 سرقانون کشور را گفتم که شهروند، من یک بار دیگه براتون میخونم که چی میگه این ماده. ببین ماده 26 هر کس حق دارد مناسبت خود را نسبت بدین مستقلانه معین نماید، علاهیده و یا یک جایه با دیگر دینی را پیروی نماید و یا پیروی نکند، در مراسم و رسم و آیین دین اشتراک نماید. یک ماده 17 همه در نزد قانون و سود برابر است. دولت به هر کس قطع نظر از ملت، نژاد، جنس، زبان، اعتقاد دینی، موقع سیاسی، وضع اقتصادی، تحصیل و مال و ملک حقوق آزادی را کفالت میدهد. یعنی اینجا دولت دیگر اجازه داده این چیزا را دیگه دولت نمیگه برای تو، دیگر نمیبیا نقطه به نقطه. در همین اگر که فهمیش تام زیاد باشه همین ماده ده وقتی اعتقاد دینی میگه دیگر در داخل اعتقاد دینی طهارت است، نماز است، روزه است، زکات است، فرض است، قرض است، سنت است، واجب است، هر چیز در داخل اعتقاد دینی وارد میشود. دیگه تو حقی نداری در اینجا دخالت کردن ده. اگر نمیفهمی یعنی اعتقاد دینی یعنی چی، دین یعنی چی، اگر نمیفهمی مشکلی در شما است، در ما نیست، در اون زنی روسریدار و حجابدار نیست. مشکلی اساسی در فهمش شما، در منطق شما، در عقل شما، در مدنیت شما، در فرهنگ پست شما کسای ضد این مسئله گپ میزنید. ویلا قانون کشور، یک قانونی که در یک کشور دموکراتی وقتی قانون معین و مشخص شده است 3-10 ساله از این قانون فعالیت میکنه، شما چی حق دارین میبیاین همه صاحبی گپ شده است؟ ای بچه بسیاری بد تو چیکار داری؟ بسیار میروند، کم میروند، چیکار داری؟ برای شما پوشیدن لباس غربی ممکن بوده است؟ کم ویدیوها لنگارهاتون و نمیدونم کار و کسبتون مثل همون مردم رپرستای غرب است برای مهم بوده است؟ چرا برای یک زن پوشیدنش مثل یک زنی نمیدونم مسلمانی ترک، ایرانی، افغانی، عربی، عجمی چرا مانع کردن جنایت بوده است؟ چرا؟ پرچاسکهاتون رنگ هم مایکل جکسون بری نمیدونم، بعضیاتون نمیدونم پوشش لباسون رنگ همو هزارها اکتیورای خارجی میگردن مهم بوده است؟ مانع این فرهنگ نبوده است؟ اما یک نمیدونم یک مادر وقتی میپوشیده است مثل یک زن افغانستانی، یک ایرانی مثل یک زن ایران، کشوری کم نیست، یک کشوری ترقی کرده دنیا از در مقابل دنیا میجنگه به همون روسریشون، به همون فرهنگشون. امروز استاد شده از گاه در مقابل اسرائیل میزنن، گاه در مقابل امریکا میزنن، گاه در مقابل روسیه میزنن. اتم داره، علمش، صنعتش، ترقیش در دنیا قائل کرده است. شما آمدین همون روسری برای خودتون پروبلم کردین، برای خودتون پروبلم کردین. لباس تاجیکی قدیم میشه عورت تپوشونی، موی سر تپوشونی، گردنا تپوشونی. لباس تاجیکی اینا دیگه باورش نکنه که او خیلی شرط نیست بگیری ترکی و خیتویش پوشی. شما میپوشین شرطه کو؟ همون پاپلینی که من معذرت میخوام برادر، مادرت میپوشه، ماده این تاجیکستان یا که تورتسکی ای. مش 100%، 1000% گارانتی میدم که تورتسکی ای. دوبایسکی ایو 1000%.
1000%. اگر دروغ میگم برو من جواب ته برو الان کرتای یعنی همه که کرتای بدنش میپوشه همون را بگیر همون نکلیت کش میگه مود این ترکیه نیست که یا تاجیکی چی است تاجیکی پوشه تاجیکی باشه همین لباسی تنت از همون نمیدونم سرپس کنه که سر تا پس میگین تو همون نمیدونم پای افضالی پود کدام همین تاجیکی است قبل از اینکه این دعوا را میکنه میگه قربخه شو داره او ورود داره قبل از اینکه این دعوا را میکنین اول نشان بتین برای مردم فرهنگ اول خودتون در دایره فرهنگ زندگی کنین اول خودتون با لباستون با اخلاقتون با مدنیتتون فرهنگ نشان بتین فرهنگ اصلی ما فرهنگ نمیدونم تاجیکی الان آمیخته و وابسته فرهنگ دینی است در یگام عصر و زمان این همون تبلیغ به معنی نبود که امروز تو با کدام رود آمدی در این مسئله گپ زدی همون نوار تا یک بار بین کامنت ها شبین برای تو مردم جواب داده است که ای این چیزی نبود که تو نول بزنی با ناموس مردم بازی نکن آمیخته گناه و جنایت نکن اینجا جنایت در مقابل کنستیتوسیا تو ایستاد شده قانون میگه عقیده دینی در شهروند آزاد آرام است در پوشش لباس آزاد است تو آمده است من میکنی استاپ میگی رحمانوف تو گو خوردی که کتاب قسم و سوگند خوردی قانون پانون گفته دروغ میگوی من گرنیم من میگم که خلاف قانون باید زنهای ما لباس پوشن رحمانوف دینه چی تو میبره قسم میخوری به کنستیتوسیا که قانون اساسی کشور از مطابق این باید عمل و فعالیت بکنه اگر که تو واقعا میگم تو گرنی بودستی که حرفی رحمانوف قسمی سوگند رحمانوف و اون در اون کنستیتوسیا امضای رحمانوف اون چیزی که رحمانوف پیشنهاد کرده است تو واقعا این کار میکنی از جبهه دیگر تو واقعا شری نرب دستی که رحمانوف به همون بزرگی و زوری و گرینگیش یعنی تو با گرینی تر بود است که زید قانونهای کشور عمل میکرده است خیلی خوب خیلی جوانای با غیرت هم داشته مسی دمت گرم عالی اگر میشه خود یک صد همتری جوانی با غیرت باشه که قانونهای رحمانوف قبول نکنه گویا قانونهای تجاوز کرده شده است دیگر ما مطمئن باش که رو به پیشروی میبینیم ما مطمئن باش که ما رو به پیشروی من همیشه قبول دارم که این جوان واقعا حکومت رحمانوف قبول نداره اگر دروغ میگم من ماده 18 را با سخنهای این نفر قیاس میکنم این نفر میگه که نپوشین تاجیکی پوشین نپوشین فارسی ایرانی عربی نپوشین یعنی قانونی کشور میگه که دولت کفالت میدهد عقیده دینی پوشش لباس کفیل است دولت کفالت میده هر کی میپوشه بپوش آرام و ماده 1 سرقانون خلافی ماده 1 سرقانون کشور گپ میزنه خلافی ماده 1 سرقانون کشور جنایتکاری آشکار در پشتون جنایتکار و دنبال جنایتکار میگردین رحمانوف واقعا قدرت و تواناییش خیلی ضعیف شده بود است که در مقابل همین افراد هیچ کاری کرده نمیتونه اینا زیر قانون هم کار میکنن زیر قانون هم گپ میزنن قانون کشور یک ما گفتیم که یک قانونی تجاوز کرده شده است اینا با این عملهاشون اثبات کردن که بله برادر شما راست میگی قانون تجاوز شده است چیکارش میکنی مرحمت توجیکی خطپوش ما آدمیم که من دایوسنا بیناموس ما خواهرام همه اولادی ما همین کدومش که در طبیعت ما شوهرش مثلا اجازاتش اگر دودگی باشه چه خیلی شوهرش معقوله هم خیلی نباشه دیگه همش یگان تشخیلی موی سری بیرن موی سری لیچ بیناموز نیستن و این چیزا یگان که زپرت هم موندگی نیسته و نمونن که میلت حفظن و نمونن لایک پراسموتر پادلیتسا و دستگیریشون نکنین بچه‌کو ما توجیکیم و تا خود مونده در کاریم یگان کس دیگه در کار نیستیم یگان کس هم در فکر ما نیست نپریمیر اگر من برای اینستاگرام همه چیز آبرو فکر کنم و شما دولت خواهش کرده که همه چیزا را ملی کنیم لوبای دولت ملی کرده لوبای دولت مقدسات ملی خچا کنی مقدسات ملی ما کنی نه ما طلبه های مکتب نشان دادم دانشجو را که فرهنگ ملیشون در کدام درجه است لباس هایی که در مکتب میپوشن گجای اون ملی است کنی همون فرهنگ ملی همون مثل همون قربخه بری همون شدار آبرو داره شما مثل همون فرهنگ نکی کنی
کانی فرهنگ ملی رخت لباس های اما خش و تبارو که طبقه زن ها هستند یک بار برو کو چند کرتش از ترکیه است، چندش از دبی است و چندش از خیلی متای تاجیکستانی است. چندش تو بلاگری اگر مرد بچه باشی دعوای فرهنگ داری، یک روز همه بگی برای مردم نشون بده که من مدام دعوای فرهنگ دارم. ببینین تمام لباس های مادری من صرف تاجیکی است، اطلس، ادرس، اینا چکن تاجیکی چقدر زیبا است مادری من میپوشه. کو برو برای مردم نشون بده که دعوای فرهنگ داری. با قند گفتن دهان شیرین نمیشه بابا، باید قند بخوری که شیرین شود. با فرهنگ گفتن شما برای مردم چیز پیشنهاد کردن نمیتونید، برنامه فرهنگی باید داشته باشین. فرهنگ چیست باید شما اول بدونین. درکی مضمون فرهنگ فقط پوشش لباس نیست، در اخلاق باید فرهنگی باشین، در مدنیت باید فرهنگی باشین، ساخت دولتداری شما باید فرهنگ ملی باشه. در کدام فرهنگ ملی ظلم است، تجاوز است، تحقیر است، غارت است، فروختن است؟ در کدام فرهنگ ملی چنین است؟ شما چی رو میخواین در جامعه پیاده بکنین بین اخلاق و مدنیتتون؟ چی خواهید چی چیزی گفتین؟ چیز خاص نشون بتین در برابر فرهنگ ملی؟ چی را برای من نشون میتین؟ ما یک نفر ما اومده میگم برادر فلانی برای من فرهنگ ملی معرفی کن. در کدام بازار و مغازه های تاجیکستان نمیدونم نمودی زیادی فرهنگ است که من برای همسر و مادرم لباس های فرهنگی بگیرم؟ چند وریانت برای من پیشنهاد میکنی؟ چند وریانت؟ یگان وریانت پست داشته اما را استفاده برده در چشم مردم هم خوب نپوشین. ما همچون یک شهروندی که به نهایت وطنش را دوست می‌داره، ما اگر همین کاریرم را تاثیر برسونم، ما میخیزم هم گپا را میگم. قرقیزستان هم خیلی نوتینجی شده بود، جنگ اطلاعاتی شده بود، پروست ما را خواهش کردن یک بار مجلس کردن که بدروین پروست بچه جنو دو در جنو. با آخیره با اومدی خودت گفتی که همین کار را کردم، تا هیچ که مجبور نکرده است. بچه جونا، دو در جونا، جونا برای چی؟ اگه وطن دوست داشتین؟ وطن اگه دوست داشتین شما گفتن که شما پاتریوت های وطنین، شما باید دوایان. اوکی؟ خیلی خوب. ویدیو کنین ممکن تاثیر من بد تون برای برامون گپ زنه ابید نمونه برای که اینفراستراکتور بگید در یک موضوع ویدیو که تو وقتی خود ما خواهش ندارم. ما وطن ما دوست می‌دارم، من ملت ما دوست می‌دارم، من مادرم ما دوست می‌دارم. من همین گپ 100 بار من وطن ما دوست می‌دارم، عمرم دوست می‌دارم. همون زنی راهرو که شب ساعت 4 سحر میره و راه میره که سحر صبح تو بر وقت ماشین خطی به همون شاهراه میگذری، همون هم وطن چه دوست می‌دارم. این گپا رو ول کنین. من وطن ما دوست می‌دارم. وطن همه دوست داشته میتونه. این دوست داشتن وطن ارسی است، یک چیزی است که در خون هر یک زاده او وطن هست. این گپ نگه من وطن دوست می‌دارم، همه وطنش دوست می‌داره. دوست داشتن وطن از گوشه ایمانداری است، یعنی همه وطنش دوست می‌داره. این نرمال است، این ماکسیمال گپ، نیاز به تبلیغ نداره. این چیز من السلام علیکم برادران، من وطن مگرین دوست می‌دارم، چی معنی داره؟ نه با می خگام میذارم من وطن ما دوست می‌دارم برادر، من ملت ما دوست، عمرم دوست می‌دارم. من یک وطن ما دوست می‌دارم، شاید تو دوست نداری. نمیشه با گفتم من وطن ما دوست می‌دارم، من وطن ما برادر دوست می‌دارم، والله وطن ما دوست می‌دارم، بانو الله وطن ما دوست می‌دارم، بچا من وطن ما دوست می‌دارم، ای راست میگم وطن ما دوست می‌دارم، او وطن ما دوست می‌دارم. این نمیشه وطن دوست داری. این غارت کردن وطن نیست، بلکه از خود گذشتن است. یادت باشه قصه احمد شاه مسعود قصه میکنه، میگه من دوستداری وطن در گیجا ببینم. میگه بعد از خب ضربه رد و بدل های زیاد، جنگ های زیاد، برگشتیم اومدیم به همون عقیبگاه. به عقیبگاه برگشتیم اومدیم، در ریمره یک زن در دست یک کودک از زمین علف میکنه، علف های خوردار رو برای بچهش داده ایستاده است. میگه بار گریه نکردم که گریه کردم. میگه یگان بار در حیاتم آبی چشم نکردم، این حالت دیدم گریه کردم. ولی گفتم این زن میگه خاک تو سرت احمد شاه مسعود که تو چیکار کردی، چی ما رو بدبخت کردی، چی خدای. ولی من در همین فکر گفت پیش همین زنک می اومدم نگاه کردم کی صداش نگاه کردم که زنک میگه که بچم بخور، ما خاک میخوریم اما خاک نمیدیم. که همونجا میگه آب چشم ریخت.
اینجا وطن دوستی را نشان میتین. وقتی که میگه ما خاک میخریم اما خاک وطن نمیفروشیم، نمیتیم به کسی، برای خاک یعنی میجنگیم. آمدن وطن شما را مفت با 4 بینایی که میگه دوشنبه رنگ پاریس میگو با 4 بینای ساخته شده خیتایی که پاریسش کردی وطن تا فروختن خاکی وطن تا. امروز اجنبی اومد خیتایی اومد 4 تا بینای بلند ساخت طرف فریب کرد که اینمی طرز زندگی اینمی ای برادر، اینمی کیف میکنی بینای بلند ماشین گاز میتی موزیکا رو همه مونیم دوشنبه رنگ پاریس گفتم میگردی همین گارین یای این ایره تو بگیر. ها در اونجا ما قور شما را میکنیم به وطنهای فروخته شده. اول جایی که ما در کاره که تمام قیمت ترین سنگ های قیمت ارزش در زیر او خاک خوابد ما را یواش یواش کنده گرفتن میگیم تو دوشنبه تا رنگ پاریس میکنیم، رنگ دبی میکنیم، مال اینکه دبی با نموش کردگین فریب بدین. فریب این مکر بود، این شیطانی بود. 4 بینای بلند ساختن شما را کور کردن، گرن وطنتون دوست میدارین ولی در پس چهره پینان همه بازینگر است. در پس این برنامه ها فروختن پارچه زمین بود، در پس او بیناهای بلند پارچه های زمین فروخته شد، در پس اون قرض های نمیدونم سالانه طولانی یا که به بازگشت پارچه های زمین فروخته شد. ای دادر خواب شما گرانی وطنتون دوست میداری، در پس این چهره ها پینهان همه بازینگر است. غفلت ما و تو باعث شد که اینها را آورند. در کتاب امتحان خلق ناکامند و نیک، در فن تاراج میلت عالم و دانشورند. اینا برای شما آوردن 4 تا گل کاشتن، 4 تا باغ خدی، 4 تا حیوان مرده کشال کردن، 4 تا فنتن 2 متار کشیدن آب در آسمان سر دادن، 4 بینای پلاستیکی دیگه ساختن. شما وطن دوستا را فریب کردن، گفتن بگی یک این پاکت خطی امگی خطی کیف که در دوشنبه راههای لوکس گاست بگو پاریس جای. ولی ما اوجا میریم شما را اونای زورتون نشان میتیم. ما میریم نشان میتیم که شما وطن پاریسش چی است. پاریسش نه پکین. چی بگم شما را دیگه، اگر 1000 بگم چی گویم دیگه نمیدونم.